سلام بچه ها، امروز بهتون آموزش چند تا عبارات خیلی ساده تو ترکی رو بهتون میدم. مثل سلام. سلام میشه مرحبا. سلام مثل فارسیه، میگن سلام. چطورید؟ میشه nasılsınız. nasılsınız. البته این فرم رسمیشه. اگه دوستانشو بگیم nasılsın به جای سنز میشه سن. و بعد میتونیم بگیم خوبم، میشه iyiyim. میتونیم بگیم خوب نیستم، iyi değilim. değilim یعنی نیستم. idare eder. idare eder یعنی میگذره دیگه، همینطوری. و در آخر görüşürüz یعنی خداحافظ. خیلی ممنون که تماشا کردید. اگه علاقه‌مندید لطفا سابسکرایب کنید و با این روش از من حمایت کنید. ممنون. خداحافظ.